بهترین میوه ها برای افراد دیابتی چیه؟ خب افراد دیابتی هر نوع میوه‌ای رو نباید مصرف کنن، اما مصرف به اندازه یک سری از میوه ها توی رژیمشون مجازه. با من همراه باشید تا این میوه ها رو معرفی کنم. درود بر شما عزیزان، دکتر خلیل نژاد هستم و این ویدیو درباره میوه های مفید برای افراد دیابتیه. بریم سراغ اولین میوه مفید، یعنی انواع توت‌ها. توت‌ها یک ابرغذای دیابتی هستند، چون که سرشار از آنتی اکسیدان‌ها و فیبر هستند. طبق گفته وزارت کشاورزی ایالات متحده، یک فنجان زالخته دارای 84 کالری و 21 گرم کربوهیدراته. اگر میتونید توت فرنگی یا بلوبری رو با ماست بدون چربی ساده امتحان کنید یا به عنوان یک دسر یا صبحانه عالی برای دیابت میل کنید. آلبالو و گیلاس. این میوه ها به دلیل آنتی اکسیدان هاشون به کاهش التهاب در بیماری های قلبی، سرطان و سایر بیماری ها کمک میکنند. گیلاس و آلبالو رو میشه به صورت تازه، کنسرو شده، منجمد یا خشک خریداری کرد. اما از اونجایی که بسیاری از میوه های کنسرو شده حاوی قند اضافه شده هستند که میتونه قند خون شما رو افزایش بده، حتما به این مورد دقت کنید و برچسب‌هاشون رو بررسی کنید. و نکته‌ای که وجود داره اینه که میوه خشک آلبالو و گیلاس نسبت به میوه تازه سیر کننده تره، اما از نظر کالری و کربوهیدرات متراکم تره و کالری بیشتری داره. بنابراین میوه تازه رو انتخاب کنید بهتره. زردآلو یک میوه شیرین تابستانه مفید در برنامه غذایی دیابتی هاست. 4 میوه تازه زردآلو 134 میکروگرم نیاز روزانه شما به ویتامین آ رو تامین میکنه که منبع عالی برای این ماده هستش. این میوه خوشمزه همچنین منبع خوبی از فیبره و سعی کنید مقداری زردآلوی تازه خرد شده رو با خلاط سرد یا گرم مخلوط کنید و در سالاد بریزید. سیب. یک سیب در روز واقعا ممکنه ما رو از مراجعه به پزشک دور نگه داره. یک سیب با اندازه متوسط تنها 95 کالری و 25 گرم کربوهیدرات داره. اگر میخواید کمتر از 15 گرم کربوهیدرات در هر وعده مصرف کنید، میتونید از نصف اون استفاده کنید. سیب سرشار از فیبر، یعنی حدود 4 گرم در هر میوه متوسط و ویتامین C هم داره. نکته‌ای که وجود داره اینه که پوست سیب رو نگیرید، چون که پوست اون مغذیه و بیشتر فیبر رو در واقع و همچنین آنتی اکسیدان هایی که محافظت از قلب میکنن توی این قسمت از میوه وجود دارن. پس در رژیم دیابت مصرف به اندازه سیب کاملا مجازه. پرتقال. یک پرتقال متوسط بخورید تا تمام ویتامین C مورد نیاز خودتون در روز رو دریافت کنید. 63 میلی گرم که اون رو به یک منبع عالی تبدیل میکنه. طبق گفته انجمن قلب امریکا، یک پرتقال متوسط همچنین حاوی فولاد به مقدار 24 میکروگرمه که به تشکیل گلبولهای قرمز خون کمک میکنه و همچنین پتاسیم که ممکنه فشار خون رو نرمال کنه. نکته که وجود داره اینه که سایر مرکبات مثل گریپفروت رو فراموش نکنید، چون که برای افراد مبتلا به دیابت گزینه‌های عالی هستند. گلابی. از اونجایی که گلابی منبع عالی برای فیبر، بنابراین افزودن عاقلانه‌ای به برنامه غذایی برای دیابتی است. گلابی رو در دمای اتاق نگهداری کنید تا زمانی که رسیده بشه و برای خوردن مناسب بشه. بعدش میشه اون رو در یخچال قرار داد. میوه بعدی کیویه. کیوی منبع عالی ویتامین C و همچنین مقدار کمی پتاسیم و فیبر هم به شما میده. یک کیوی همچنین حدود 48 کالری و 11 گرم کربوهیدراته. بنابراین این هم یک میوه افزودنی خوب به رژیم غذایی مناسب برای دیابتی است. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگر این ویدیو براتون مفید بود، فراموش نکنید حتما رو لایکش کنید و اگر دوست داشتید اطلاعاتتون رو در مورد سلامتی و بدن خودتون بالا ببرید، میتونید کانال من رو سابسکرایب کنید و بقیه ویدیوها رو هم ببینید. همچنین میتونید زنگوله رو هم فعال کنید تا هر وقت که ویدیو جدید منتشر شد تشریف بیارید و آن رو اگر دوست داشتید ببینید. سپاسگزارم. خدا نگهدار.